امروز اومدم توی دل طبیعت استان گلستان. میخواستم شما رو با یکی از مسن‌ترین مخلوقات خدا یا یکی از مسن‌ترین موجودات زنده حال حاضر دنیا معرفی کنم و بهتون نشون بدم. این شاهکار طبیعت رو میبینین؟ این درخت سرخدار هستش. خدا کنه که بتونم این زیبایی رو براتون به تصویر بکشم. فکر میکنین با رشد کندی که این درخت داره با این تنه الان این درخت چند سالشه؟ قطعاً بالای 1000 سال شایدی باشه. این برگای قشنگ درخت و اینم تنه قشنگش که حالت پوسته شده به خاطر بالا بودن سن زیادش. میبینین اینا رو چقدر زیبا و متاسفانه جای تبر یه عده آدم دشمن طبیعت هم میبینین که تن این درخت رو زخمی کرده. میبینین چقدر قشنگ چوب مرده و شاخه های زنده ای که این درخت داره و واقعا زیباست. من که به وجد اومدم از دیدنش و دوست داشتم که شما رو هم به وجد بیارم و نشون بدم بهتون این طبیعت زیبا، این خلقت زیبا رو. فکر میکنم این یکی تنه ای هم که اینجا میبینین سوخته، فکر میکنم اینم تنه سرخدار بوده که حالا به دست یه سری آدم چی بگم اسمشون چی میشه گذاشت، بریده شده و در انتهای تن سوخته شده. همینطور یه دونه درختم اون بغله. بذارید من برم جلوتر از بعد دوباره فیلم بگیرم. بله، اینم درختی که در همسایگیش هستش و میبینین که اونم جای تبر خوردن روی تنش هست. چقدر زیبان این دوتا درخت. البته تعداد درختایی که توی این منطقه هست خیلی زیاده، درخت سرخدارش، ولی اکثرا جوونن و این دوتا درخت جزو درختای مسن این محدوده هستن. اینم یه درخت اگه اشتباه نکنم بلوط اوریه که این دارواش تو شاخاش سبز شده به که یک نوع انگل است که از تنه میزبان تغذیه میکنه. اینم واقعا درخت سن و سالداریه و خیلی مسنه. این یکی اینم که دارواش که چوبانا اینا رو برای گوسفنداشون میان میزنن و خیلی هم میگن گوسفندا این گیاهو دوست دارن. خب حالا بریم بالاتر تا اینا یه سرخداری که جوانتره. همینطور این یه دونه‌ای که اینجاست. حس میکنم که داره جوونه میزنه برای گل دادن. این درختی که توی کشورهای اروپایی مثل انگلیس
فسیل این درخت رو پیدا میکنن و به خودشون میبالن، ما به صورت زنده توی طبیعتمون داریم و متاسفانه قدرشون نمیدونیم. حتی من شنیدم که یه شرکت فرانسوی با کاشت بذر این درخت یه نوع داروی ضد سرطان که خیلی هم گران قیمت و خیلی هم حیاتیه برای بیماران سرطانی رو تهیه میکنه. اینا سرخدارایی که توی این محدوده ماشاءالله به تعداد خیلی زیاد مشاهده میشه. واقعا جاتون خالی، من جاتون رو خالی میکنم چون خیلی از دیدن اینا به وجد اومدم و واقعا خوشحال شدم. اینجا ماشاءالله نگاه کنید، همینطوری درخت سرخدار با جمعیت بلوط اووری اینجا همزیستی دارن و تجمعی رو شکل بدن. همینطور قرصای خزنده یا هورزانتالی و اینا میبینیم دیگه ماشاءالله. هر سمت رو که نگاه میکنین درخت سرخدار. اینا همه البته سنشون دیگه خیلی کمتر از اون دوتا نمونه ای که اونجا بهتون نشون دادم. اونا دیگه واقعا فکر میکنم روی 1000 سال عمر داشتن. من لوکیشن رو نمیتونم بهتون بگم اینجا کجاست، به خاطر اینکه نمیخوام خدای نکرده آدم های نااهل بیان و این درخت ها رو تاراج کنن. متاسفانه بارها شنیدم به خاطر درست کردن یک دونه قلیون اومدن درخت سرخدار چند صد ساله رو قطع کردن، چون مثل درست کردن قلیون باید حتما قطر تنه به حدی باشه که قلیون رو بتونن باش درست کنن. به خاطر یک دونه قلیون متاسفانه یک سری از هموطنا و جوونا میان این درخت ها رو به درخت سرخداری که راحت شاید چند صد سال سنش بوده رو قطع میکنن و میرن یه دونه قلیون درست میکنن. چقدر هم کیف میکنن، میگن قلیون سرخدار ما دادیم درست کردن. دیگه نمیگن که بابا این درخت یه امانت از گذشتگان، این یک میراث طبیعیه که به ما رسیده و باید ما هم ازش مراقبت کنیم. میبینیم ماشاءالله این قسمت همه سرخدار. خب دیگه من با اجازهتون ویدیو رو قطع میکنم. اگه سوالی چیزی بود من در خدمتم.